سلام و درود، امیدوارم که عالی باشید دوستان. من سعیدم و اینجام که چنل خودتون چنل NFT ایرانه. بچه توی این ویدیو میخوام یه بات خفن رو بهتون معرفی کنم. قبلش بگم که این ویدیو یه قرعه کشی براش انجام میشه بین کیا؟ بین کسایی که برام کامنت میذارن، کامنت انگلیسی معنی دار. بینشون قرعه کشی میکنم، به یک نفر یه دونه اکانت پرمیوم 3 ماهه تلگرام هدیه میکنم و تقدیم میکنم بهش. و توی این ویدیو میخوام بهتون بات تپ کوین رو معرفی کنم. داغ همین امشب توی کانال تلگرام گذاشتمش و قبلا خودم استارت زده بودم. داره ترند میشه. حالا چرا داره ترند میشه در ادامه ویدیو بهتون میگم، با من همراه باشید. و رفقا یه چیز دیگه هم که بخوام بهتون توضیح بدم همین ابتدای ویدیو، تسک تمامی پروژه ها رو من توی کانال تلگرام براتون قرار میدم. ادلیست پروژه ها رو براتون قرار میدم. خب ببینید تمامی بات ها رو میتونید، بات های معتبر رو اینجا ببینید و ادلیست کامل پروژه ها، خب مثل حالا تایم فار، مثل ورم فیر، مثل میم فای و همه رو توی کانال تلگرام براتون میذارم. امشب میخوام بهتون ربات تپ کوین رو معرفی کنم. اینم چرا حالا اومدم معرفیش بکنم، من خودم یه 10 روز پیش اینو استارتش زدم. بذارید باز کنم ورود به تپ کوین. اینو باز کنیم بریم تو ربات. خب من اینو تقریبا 20 کی بوده 21 همین ماه، یعنی 7 روز 8 روز پیش اینو استارتش زده بودم، ولی خب الان دارم معرفی میکنم. چرا؟ چون بات ورم فیر که یکی از بات های معروفه، اگه حالا نمیدونید من قبلا معرفی کردم اینو توی چنل تلگراممون. و بچه شما تمامی پروژه ها رو میتونید از چنل تلگرام دنبال بکنید و همین ورم فیر رو هم خیلی وقت پیش بهتون معرفی کردم و CMA بوده. وقتی هم که معرفیش کردم یه باگ 15 میلیونی داشت. تمامی بچه ها و علل خصوص خودم این باگ رو گرفتیم. 15 میلیون همینجوری گیرم اومد و پروژه معتبره برای بچه هایی که لینکدین رو درست کردن. و حالا اینم از این، خیلی ویدیو رو طولانی نکنم بریم پایین. خب داستانم اونجا شروع شد که این ورم فیر ما اومد تسک جدید داد. تسک جدیدش چی بود؟ میگفت که باید 3 تا تسک امشب. یه دونه تپ کوین رو معرفی کرد که بعد عضو میشدیم و یه دونه سید. همین سید رو هم بچه من اینو سید هم بهتون نشون بدم، خیلی وقت پیش معرفی کردم. پروژه های معتبر رو ما فقط معرفی میکنیم. اینم 20 می معرفی کرده بودم. بات سید کاملا معتبر، کاملا خفن. بگذاریم میتونید تمامی پروژه ها رو میگم از چنل NFT ایران که لینکش براتون توی بیوم میذارم استفاده کنید و جوین شید و وارد پروژه شید. خب این دوستمون اومد تسک گذاشت، گفت میتونید، یعنی باید اجبار کرد که باید برای حالا امتیاز گرفتن و حالا سکه به دست آوردن باید تپ کوین و سید رو عضو بشید. که حالا من میخوام بهتون این تپ کوین رو معرفی بکنم توی این ویدیو. بچه یه بات خفنه، در آینده هم بیشتر ازش میشنوید، در آینده ترندتر میشه. توی یوتیوب، توی تلگرام، توی کانال‌های مختلف میبینیدش. ویدیو رو دیگه طولانی تر از این نکنم بچه، لینک ورود به این بات رو براتون توی دیسکریپشن میذارم. وارد لینک میشید. وقتی شما بزنید روی لینک شما رو به کجا میبره؟ به رباتش. زمانی که اومدید تو ربات، حالا یه همچین چیزی میاد، استارت میزنید، ببینید استارت زده میشه، بهتون خوش آمد میگه که به ربات خوش اومدی و ما بقیه داستانا. جوین چنل داره بچه، براتون چنل ها جوین نمیشن، ما ادلیست توی کانال تلگرام میذاریم. اینم باز بگم. و چنلش رو از اینجا میبینید، توییترشون رو، و اینم که اینوایت فرند میتونید کد رفرال خودتون رو بگیرید. خب حالا بریم وارد ربات شیم. تپ کوینز بات. زمانی که شما وارد ربات میشید، مثل نات کوین، مثل تمامی پروژه های دیگه، یه همچین چیزی داره. میای کلیک میکنی، میای به حساب تپ میکنی و امتیاز به دست میاری. با سکه هایی که جمع کردی میتونی از قسمت
بوست خودت رو آپگرید بکنی، خودت رو لول آپ بکنی. مثلا من اینو بذار ارتقا بدم چند تا، لول 2، لول 3، لول 4. باتریمون رو هم ارتقا بدیم و این رو هم هر کدوم رو بچه من 5-6 تا لول میبرم بالا. بات خودکار داره مثل حالا نات کوین، مثل مابقی بات هایی که به این صورتن. یه بات خودکار هم داره که این رو هم من میگیرمش، یه 2-3 لول هم ارتقا میدم. و اینم که ریشارژ، سرعت ریشارژ شدنتون رو اضافه میکنه. میتونید خودتون رو خلاصه از این قسمته تا جایی که میتونید آپگرید بکنید. خب این مکس شد. اینا هم دوستان ربات هایی که تازه میاید عضو میشید، سعی کنید اولای کار فقط هر چیزی به دست میارید رو خرج این آپگریدا بکنید. در آینده خیلی این آپگریدا به کمکتون میاد، میتونید سکه های بیشتری ماین بکنید و خیلی میتونه براتون مفید باشه. خب حالا ببینید من میزنم الان هر بار کلیک کردن 9 تا دونه به اون امتیاز من اون بالا اضاف میشه و من هنوز نتونستم اسکواد بسازم. این قسمت اسکوادش کار نمیکنه، فکر کنم دارن آپدیتش میکنم. به محض اینکه ساخت اسکوادم فعال شه، من اسکواد NFT ایران رو میزنم. بچه‌ها حتما توی اسکواد خودمون جوین شید. و یه نکته دیگر هم که من بهتون بگم، بچه‌ها تمامی ایردراپ ها رو من تصمیم گرفتم بچه‌هایی که توی کلن خودمون عضو میشن، خب این اسکواد دیگه پیداست کیا اومدن با لینک من وارد شدن، کیا تو اسکواد منن. کسایی که توی اسکواد من باشن، من بین حالا بستگی به اون پروفیتی داره که این مثلا این بات قراره به من بده. فرضاً اگه $500 به من بده، من به یه نفر 2 نفر بین کسایی که تو اسکوادن قرعه کشی میکنم، یه بخشی از اون درآمد رو میدم. حالا اگه درآمدش بره بالاتر، مثلا به 5 نفر میدم و یه مبلغ قابل توجه تری. اینم در مورد چیزی که میتونه براتون خوب باشه. یه بار دیگه هم بگم بچه، به کسایی که با لینک من میان وارد میشن، این ویدیو رو میبینن و با لینک من وارد میشن و برام کامنت میذارن، بینشون قرعه کشی میکنم یک چند روز دیگه، حالا 5 روز 6 روز دیگه، و به یه نفر یه دونه پرمیوم 3 ماهه تلگرام میدم. بوست رو بهتون گفتم. فرندز میتونید دوستان خودتون رو دعوت بکنید از این بخش. هر کاربر معمولی که دعوت بکنید بهتون 25K میده و هر کاربر پرمیوم که دعوت بکنید بهتون 50K از این توکنش رو میده. من میگم تازه امشب دارم معرفی میکنم، کلن 16 نفر رو گرفتم و کلنمونم هنوز اوکی نشده. خب ما این رو آخر کار بهتون میگم. از قسمت ارن شما میتونید تسک هاش رو انجام بدید. کانکت ولت داره که فعلا پیشنهاد نمی کنم. جوین چنل داره که میتونید وارد چنل هاشون شید و عرضم به خدمتتون این سکه ها رو بگیرید. توییتر جوین گروپ، پروژه های دیگر رو اینا میان معرفی میکنن. گولد ورس یه پروژه دیگه است مثل این که جوین چنل. بچه ها میگم مثلا دیدید هر کدوم این پروژه که ما میایم، اوکی اینا اینم 100,000 تا گرفته، فکر میکنم پروژه خوبی باشه. اینم در آینده بهتون معرفی خواهم کرد. چنل هایی هم که وارد نمیشن دوستان رفقا، من براتون ادلیستش رو اوکی میکنم. خیلی راحت میتونید بیاید و عضو بشید، مشکلی از این بابت نداریم. اینم بخش حالا ارن بود. شما میتونید اینا رو اوکی بکنید و وارد این ربات ها بشید. تاپ کوین رو هم این گذاشته که من بچه همین تاپ کوین هم بهتون معرفی کردم. تاپ هم واقعا خفنه و اینم دیگه از این طریق میان نون میخورن دیگه، برای پروژه برای خودشون زیر مجموعه میگیرن با این تسک ها. که شما بچه سعی کنید با لینک من بیاید. مثلا تو کانال گذاشتم فرضاً همین تاپ کوین. خب این تاپ کوین رو بذارید بهتون بگم من کی توی کانال تلگرام معرفی کردم، چون واقعا بررسی کردم. یه پروژه به شدت خفن بود. تاپ کوین رو هم 4 ژوئن بهتون معرفی کرده بودم. یه پروژه خفنه اینم.
خب بریم دوباره سراغ همین بات خودمون دوستان عزیز. این هم قسمت ارنش که میگفتم میتونید امتیاز به دست بیارید. قسمت همین تپ هم که نوشته خونه، همین بخش اصلی باتمونه و میمونه ماین هم بچه یه چیزیه مثل حالا همون همستر یا مابقی ربات ها که یه همچین چیزی آوردن. شما میتونید پرافیت ساعتی خودتون رو با خرید این کارت ها افزایش بدید. حالا بچه بعضی براشون سواله که چرا مثلا این بات قفله. خب این میگه چرا مثلا براش قفله. این میگه که باید اینو برسونی به لول 9 اگه اشتباه نکنم. بذار ببینم. میگه که اکسپری لجر بلاکچین آها بچه زیرشون نوشته اوکی. این میگه پی او اس باید لول 8 باشه. حالا پی او اس کجاست؟ شما میای این پی او اس رو پیدا میکنی. خب از تو این بخشا فکر میکنه اینهاش پی او اس لول 8 اوکی. اینو میبری به کجا؟ میرسونی به لول 8. خب لول چندیم الان؟ لول 4، لول 5، لول 6، 7 و 8. یه دونه دیگه هم همینجوری میبرم بالا. بعد میام اینجا. خب این چیزی که بسته بود الان برای ما باز شد. اوکی. این چیزی که بسته بود الان برامون باز شد. بعد دوباره مثلا میایید پایین تر، این یکی بسته است. اوکی. اینم میگه که 51% اتک باید لول 9 باشه. خب حالا ما میگردیم اینم پیدا میکنیم. اوکی. میگردیم این چیزی هم که دوباره ازمون خواسته پیدا میکنیم. اینه 51% اتک باید برسونیم به لول چند گفته بود؟ همون لول الان یادم نمیاد. خود این رو بخوایم باز بکنیم به همون میگه پی او دبلیو باید لول 10 باشه. دوباره باید برگردیم پی او دبلیو رو پیدا بکنیم. پی او دبلیو این میگه باید لول 10 باشه تا اون برامون باز شه. یعنی یه همچین چیز ساده، خیلی خاص نیست، خیلی پیچیده نیست. برای خودتون سختش نکنید. نتمون فکر کنم به مشکل خورد. آره دیگه اینم از بابت این که خیلی ساده است، هیچ کار خاصی نداره. فقط هر کدوم میبینید قفله، مثلا این قفل روشه، میگه باید IPFS لول 5 باشه. میگردی توی این قسمت ها. حالا 3 تا قسمت بالا داره. یه دونه بلاکچین داره، یه دونه پلتفرم داره، یه دونه terms and jargon اگه اشتباه نکنم. توی این قسمت ها میگردی و اون چیزی که ازت خواسته رو پیدا میکنی و ارتقا میدی. اینم به همین راحتی و سادگی. الان چنلمون 25798 و همین الان شد 99 و تا شما بخواید بیاید وارد چنلمون شید این ویدیو رو ببینید فکر میکنم چنل CK هم رد کردیم. خب دوستان اینم از آموزش این ویدیو و معرفی این بات خفن. مرسی که تا انتهای این ویدیو هم با ما همراه بودید. لایک و کامنت و شیر و سابسکرایب فراموشتون نشه. تا ویدیوی بعدی بدرود.